فرهاد دریا آوازخوان شورتیار افغانستان روز 24 سپتامبر سال 2022 با یک نامه سرکشاده به رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعت کرده خواسته است که امام علی رحمان مانع ادامه اخراج پناهجویان افغان از کشورش شود. خبر این که شما مهاجران افغان را از خاک مهمان پرور تاجیکستان اخراج میکنید برای من و مردم افغانستان تکان دهنده و غیر قابل باوری بود. چشم امید هزاران انسان نومید به سوی شماست تا در این مورد تجدید نظر نموده و برای مدت دیگر هم میزبان این پناهجویان بی‌آشنا باشید، نوشته است فرهاد دریا در نامه‌اش به پرزیدنت تاجیکستان. این نامه در حالی است که وقت‌های آخر درباره اخراج شماره بزرگی از پناهجویان افغان از تاجیکستان خبرها به دست می‌رسند. مقامات امنیتی دوشنبه تا کنون سبب از تاجیکستان راندن این پناهجویان را که از این کشور همسایه اساساً همچون یک نقطه ترانزیتی برای رسانیدن خود به کشورهای آبادتر غرب استفاده میبرند شرح نداد. فرهاد دریا در نامه‌اش همچنین می نویسد که تصمیم دارد به زودی به تاجیکستان بیاید و برای مخلصان تاجیکش و مهاجران افغان کنسرت بزرگ برپا کند. او امام علی رحمان را همچون مهمان افتخاری به این کنسرت دعوت کرده است.